علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر ارجمند و گرامی ما پرسیدن که ما طفل شیرخورم دارم و در عین وقت ما حاملام هستم، ما روزه بگیرم یا خیر؟ خواهر گرامی، شما دو عذر دارید برای افطار. اگر یک شام می بود به شما افطار جایز می بود، در حالی که شما دو عذر دارید، یعنی به شما یقینا افطار جایز است. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حامله و مرضعه، زنی که حامله باشه و زنی که مرضعه باشه، برای ازا نبی علیه السلام اجازه افطار داده. و هر وقت که مشکل شما حل شد، طفلتان بخیر به دنیا آوردید، بعد از او باز صحتتان خوب شد، فرصت پیدا کردید، روزه را قضایش بگیرید. ولی تکملوا العدة، عددی که بر شما لازم است او را پوره کنید، یعنی عددی ماه رمضان را پوره کنید. اما دلیل به این که روزه مرضعه یعنی شیردهنده، وقتی که دکتر میگه یا خودت یا دیگه زنهایی که تجربه دارن میفهمن که طفلت خیلی ضعیف است و اگر تو روزه بگیری شیرت کم میشه و یعنی طفلت از بین میره یا مریض میشه، دینی صورت فرض است که شما باید چی کنید؟ روزه را افطار کنید. بعد از اینکه صحتتان خوب شد یا طفلتان بزرگ شد روزه بگیرید. و همچنان خانمی که حمل در شکم خود داره، اگر روزه به حملش ضرر بکنه، برای از او روزه گرفتن جایز نیست اگر ضرر بکنه. زیرا الله عزوجل فرموده فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید چقدر که استطاعت و توانایی دارید. دین اسلام الحمدلله دین بسیار زیباست. الله عزوجل میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هیچ نفسی را الله سبحانه و تعالی مکلف نمیکنه مگر به اندازه آن چیزی که الله برایش داده، به قدر استطاعتی که الله سبحانه و تعالی برایش داده، به اون اندازه الله متعال را مکلف کرده، از او بالا مکلف نمیکنه. و حدیث در باب در سنن ابی داود، ترمذی و ابن ماجه و همچنان در دیگر کتب حدیث احادیث صحیح ثابت ما و شما داریم که دلالت به این داره که خانم حامله میتونه که چی بکنه؟ افطار. از جمله حدیث انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که رسول الله علیه السلام فرمود ان الله عز وجل، یقینا الله متعال، وضع عن المسافری شطر الصلاه، برای مسافر نصف نماز الله معاف کرده، یعنی فرضای 4 رکعتی را 2 بخونه. و عن المسافر والحامل والمرضع الصومه، و برای زنی که حامل است یا زنی که شیردهنده است، طفل در سینه داره، و همچنان مریض، مسافر. 3 کس در ذکر شد: مسافر، حامله و مرضعه. برای اینها اجازه داده شده که افطار بکنن، لکن قضاییش در روزهای بعدی که صحتشان خوب شد، مشکلشان حل شد، قضایی بیارن. و این حدیث الحمدلله دلیل است در موضوعی که شما پرسیدید. و حدیث را امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه و دیگران روایت کردن. حدیث ما به خدمت شما قرار میدم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر.